در مورد بعدی از بازدارنده ها اشاره میکنم به مهم نباش. این افراد به این نتیجه رسیدن که خیلی مهم نیستن. تو پیشنویس های زندگیشون از بچگی بهشون این تلقین میشه که دیگه اینا افراد مهمی نیستن، باور دارن که دوست داشتنی نیستن، عشق رو جدی نمیگیرن، نسبت به خواسته های خودشون بی‌تفاوتن، از مسائل کوچیک بحران فاجعه‌وار میسازند و احساس حقارت درونی دارن و مادام با خودشون گفتگوهای درونی منفی دارن. اینها را اگه بخوام به طور کلی اشاره کنم، درباره نقص و شرم دارن و عزت نفس بسیار پایینی دارن، احساس بی‌ارزشی دارن که اصلا مهم نیستن. به همین دلیل زیاد به خودشون میان آویزون میکنن. چه چیزی؟ کار، پول، شغل، نوکری در مورد دیگران، خودشون بیشتر خرج دیگران میکنن. چرا؟ چون پیش خودش میگه که حالا که من مهم نیستم، یه کارهای مهمی برای دیگران انجام بدم که اینجور مهم دیده بشم. سرویس زیاد به دیگران ارائه میدن، ایثارگری افراطی انجام میدن، میخواد با ارزش دیده بشه نسبت به بقیه و توجه اونها و نگاه اونها رو بگیره، جلب توجه اونها رو به خودش بگیره. به خاطر همین این کارها رو انجام میده. حتی اگر که به این افراد بهش محبت هم بکنی، محبت تو باور نمیکنه، فکر میکنه که میخوای یه جوری ازش مثلا سوء استفاده بکنی و اینها حتما باید روی عزت نفس خودشون کار بکنن. و اگر هم کسی مثلا عاشق این افراد بشه، اصلا اونا عشق و باور ندارن. پیش خودش میگه که مگه من کیم، چی دارم که این مثلا به من میگه اینقدر میگه عاشقتم، مگه من چی دارم؟ چرا؟ چون خودشو از درون بی ارزش میدونه و به همین دلیل مرتب میپرسه. مثلا خانم باشه که گاهن من زیاد بودن این رو دقیقا میگفتن، به همین مبحث که میرسیدیم، مثلا خانمی میگفت آره دقیقا من اینجوری هم که مرتب از همسرم میپرسم منو دوست داری؟ مثلا من خوشگلم، من قشنگم، مثلا تو که میگی عاشقتم، عاشق چیه من شدی؟ اینا میگفت سوالایی که بعضا زیاد میپرسن این افراد از همسران خودشون، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه. و اینها نسبت به خواسته های خودشون بی‌تفاوتن و دیگران رو به خودشون ارجحیت میدونن و اینا خود در ذهنشون از یک کاهی کوه میسازن، یعنی کوچکترین چیز رو برای خودشون بزرگش میکنن. مثلا بچهش جغرافی رو 17 گرفته، خب در حد این که ترک تحصیل کرده میشینه قصه میخوره و ناراحته، یعنی یه چیز فاجعه وار میسازه از همین نمره 17. نمیاد مثلا اون 17 نمره مثبت رو ببینه بگه خب حالا 3 نمره‌شو نیاورده ولی 17 نمره‌شو که آورده. اصلا اینجوری فکر نمی‌کنن. مثلا بالفرض شوهرش، مثال میزنم، مثلا تولدش یادش میره یا سالگرد ازدواجشون رو یادش میره، دیگه تا 1 سال ذهنش درگیر این موضوع و اینو هی تکرار میکنه. حالا اگه شوهرش کافی یه چیز دیگه هم یادش بره، خب مثلا بالفرض بهش گفته که نون بخر، یادش بره نون نخره، دیگه این دفعه میشه تولد به علاوه نخریدن نون و دیگه یه مثلا نون نخریده رو به اندازه همون یه تولدی که یادش رفته بزرگش میکنه و به یه چیز فاجعه بار تبدیلش میکنه. چرا؟ چون اینا احساس حقارت شدید از درون دارن و اینها مسئولیت هم قبول نمی کنن. چرا؟ چون به خودشون اعتماد ندارن و خودشون رو جذاب نمیدونن. این حس رو نداره که بتونه یه کاری رو به خوبی تموم بکنه اینطوری. و دیگه از مواردی که میشه به اینها اشاره کرد این هستش که مهم نباش ها ظرف وجودیشون خالیه. خب
و چون ظرف وجودیشون خالیه اینها دو دسته میشن. تو مرحله تسلیم ما گفتیم 2 مرحله داریم، یا این افراد تو مرحله وقتی بزرگ میشن تسلیم اون شرایطی میشن، اون پیشنویسایی میشن که توی زندگی اولیه‌شون تو کودکی بهشون گفته، یا برعکس میرن جبران بکنن، یعنی اونها رو پس بزنن. به قولی میگیم یا این ور بوم میفتن یا از اون ور بوم میفتن، در صورتی که بهترین این حد تعادله، خیرالامور اوسطها. اینا تو مرحله تسلیم که اون پیشنویس ها رو قبول بکنن میان میشن ایثارگر افراطی، میان خدمات زیاد ارائه میدن. خیلی عذرخواهی میکنم، در حقیقت بخوام عامیانش رو بگم میان حمالی زیادی میکنن در مرحله تسلیم. در مرحله جبران خب میان افرادی میشن خودشیفته، افرادی میشن از خود راضی که اصلا دیگران رو قبول نمیکنن. خب تو مرحله جبران از خود راضی شدید میشن. خب بخوام توضیح بیشتری بدم، در مرحله تسلیم اینا همه جا هست، خدای مسئولیت در قبال دیگران، اما هیچ مسئولیت رو در برابر خودش نداره. در برابر دیگران داره ولی در برابر خودش نداره. اگه هم بگه که من نمیتونم، خب دیگران اصلا قبول نمیکنن و ازش انتظار دارن که واقعا چون همیشه افراطی خدمات داده و همیشه نوکری دیگران رو کرده، به خاطر همین دیگران ازش قبول نمی کنن. و وای به روزی که مثلا این افراد بخوان شاهزاده بشن و مثلا بالفرض یه حالت درستی، یه روند درستی رو پیش بگیرن. در مرحله جبران اینا چون خیلی تحقیر شدن و باهاشون دعوا زیاد شده و والدین سرزنشگر داشتن، در جبران تبدیل میشه به یک آدم خودخواه، از خود راضی که فقط میگه من مهمم. این دفعه با پایین بردن دیگران میاد خودش رو بالا میبره، نه اینکه خودش یه شخصی باشه که بالا و با عزت نفسه، نه، میاد دیگران رو حقیر میکنه، کوچیک میکنه تا به این وسیله بخواد خودش رو بالا ببره. حالا بخوام درمان این رو بگم، در درمان مهم نباش این افراد باید روی عزت نفس و اعتماد به نفس خودشون کار بکنن، ارزش‌های وجودی خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو دوست داشته باشن، خودشون رو فردی ارزشمند بدونن، خودشون رو فردی با لیاقتمند بدونن. خب خداوند ما رو با عزت آفریده و لقد کرمنا بنی آدم. خداوند میفرماید من شما رو با عزت و کرامت و بزرگی آفریدم. باید انسان‌ها به این پی ببرن و با به خودشون مهربونی کنن. و در مرحله تسلیم خب که گفتم این شرایط مهم نباش رو پذیرفتن، تو مرحله تسلیم این افراد نمیتونن نه بگن. اگه نه بگه بقیه دعواش میکنه، اگه نخنده بقیه میگن خودشو میگیره. پس باید اینها رو تغییر بده، باید در جایی که نمیتونه خدمات بده، در جایی که خسته است، نیاد احساس قهرمانی و شجاعت بکنه، خیلی راحت به دیگران بگه نه خستم، نمیتونم، از عهده این کار بر نمیام و خیلی راحت اون کلمه نه رو به زبان بیاره. و گفتم خدمتتون به دنبال عزت نفس و ارزشمندی و لیاقت درونی خودش باشه، یعنی اون ظرف وجودی خودش رو پر از عزت نفس بکنه، در حالی که در پیشنویس‌های زندگیش از بچگی عدم عزت نفس بهش داده شده بوده. مؤید باشید.